واقعا من میدونم جماعتی که اینجا نشستن و باید به حقایق بعد از انقلاب توجه بکنن، من گوشزد میکنم. ببینید عزیزان، امثال این 4 نماینده تو این 30 سال اخیر اومدن و رفتن. یکی مثل من، خاتمی که اومد و احمدی نژادی که اومد و هیچ گویی هم نخورد مثل شما. حالا اومدن و میگن من میرحسین موسوی سید اولاد پیغمبر محسن رضایی از خطه مسجد سلیمون یا اون کروبیه. حالا من نمیگم کل کیری، شما گفتید. ببینید اینها همه روح بحث داره. واقعا من توی جلساتی که با امام دارم با نماینده شما رهبری عزیز قدر، رهبری که واقعا حقانیت شما دفاع نمیکنه که هیچ، حق شما رو پایمال میکنه و گفته‌هاش هم همیشه به عین بوده واسه ما که شما رو به تخم چپش هم حساب نمیکنه. این حق امام رهبریه، این حقیه که اون همیشه در گفته‌هاش میگه و من به حق گفتم. این حق مردم نیست. مردم میخوان آزادی داشته باشن، مردم میخوان با کسوچونهای خارجی بازی بکنن، مردم میخوان به جای اومدن اینجا و وحق‌گزینی‌هاشون و به حرفای من کسلوخ گوش بدن، میخوان برن که حال و حولی بکنن. اینو میدونم، اما اینم توجه کنید الان اوضاع مملکت اوضاع بدیست، اوضاعیست که این 4 نماینده میخوان اون رو تخریب بکنن. آگاه باشید عزیزان. برید شبانه آبجوهاتون رو قایم کی بخورید، برید کساتون رو بکنید، برید خیلی کارا بکنید، اما آگاه باشید این بیگانگان منتظرن، کشورهای عربی منتظرن شما بیایید و برید در دبی و امثال هم پولهایتان رو خرج کنید. عزیزان بیایید، بیت رهبری هست، تشخیص مصلحت نظام هست، اینها همه جایگاه‌هایی است که برای شما آماده است که بخواهید بیایید و استفاده بکنید، بریزید و بپاشید، بخورید، کس بکنید، هر کاری که دلتان میخواهد بکنید، فقط به امام کیر نزنید. این خیلی مهمه. امام همیشه میگه من از کیر خوردن این جماعت جوان میترسم، هراس دارم و من هم میگویم این حق طبیعی جوانان است که کیر بزنن به توی خارکسه، چون کم کیر نزدی به این مملکت. حتی شماها خوب میدانید امام کیر بدی زد، ما رو آورد، خود خارکسش رفت، مملکت رو داد دست ما و آخرش همینه که با شما کیر کلوف داد دست و پنجه نرمی کنیم. شرایط سختیست واقعا. من میدانم شماها چی میخواهید از من، از امام، از این منتخبین، از تمامی احزاب و تمامی این نماینده ها که میآیند و میگویند ما آزادی خواهیم، ما آزادی میاریم، ولی شما کون و کس ناموسشون رو میخواهید. این یه چیز طبیعی است. اما بدانید که عزیزان، من اگر کاندید نشدم به خاطر احمدی نژاد خارکسه بود. این کسکش
با اهدافی که داشت، با اون سیاست مداری که در سپاه برقرار کردن میخواستن به بنده کیر بزنن. اینها میخواستن بگن اکبر هاشمی رفسنجانی دزد زد، اما شما باور نکنید اینها همه دروغن. امام هم میگفت اکبر چون سفیدی دارد. آیا شما دیدید؟ ندیدید عزیزان. امام کسی شعر زیاد میگفت، حاج آقا مکارم شیرازی هم کسی شعر زیاد میگفت، ولی دلیل بری نداره که شما باور بکنید. بنده میگویم من کیر امریکا رو میلیسم، به جرأت میگویم امریکا کون ما میذارم، ولی دلیل بری نمیشه و بگیم اسرائیل محو شود. احمدی نژاد کسیکرهای زیادی گفت. احمدی نژاد ما رو به پردگاه برد. عزیزان توجه کنید، این مسئله مهمی است که الان پیش اومده و بیشتر از اینم ممنونم از این احساسات عزیزتون. امیدوارم که کیر امام پشتیبان راه شما در این دنیا و آخرت شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.